طرف ما رو دعوت کرد روزه، رفتم روزه میبینم هیچکی نیست. گفتم مهمونا نیومدن؟ گفت مهمون نداریم. گفتم من برای کی روزه بخونم؟ گفت خودم هستم، خانومم هست، 2 بچه‌ام هستن. اخلاص داشته باش حاج آقا، حتما باید جمعیت باشه، پاکتش هست. گفتم خب همین مهمه. حالا این همه جمعیت باشه پاکت ندن، ها خدا هدایتشو کنه، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ هر کسی وظیفه‌شو باید بشنوه. مسئول مالی جلسه کی؟ گوش میدی چی میگن؟ گفتم باشه پس جمع بشید من صحبت کنم، روزه بخونم برم. گفت نه اول شام بخوریم. گفتم چه بهتر. شام خوردیم. گفتم شروع کنیم. گفت نه میوه بخوریم. خودش بعد 3 تا آخون حرف میزه. یه مرتبه میشم شد 12 شب. گفتم بخونم. گفت نزوده. گفتم مگه آخون در بس گرفتی؟ خلاصم کن. گفت حاج آقا زوده. گفتم اگه الان نخونم میرم. گفت پس صبر کن، شام خوردی حلالش کن. آقا رفت میکروفون از این آمپلیفایر آورد و گذاشت و بزن. گفتم مرزبی 12 شب خونه آپارتمانی 4 تا مستمع، میکروفون میخوای چیکار؟ گفت همسایه ما دیشب سگ آورده بود تا صبح وق میکرد، منم امشب شما رو آوردم حالشو بگیرم. گفتم خیلی بیشور.